به نام خدا، با درود بر شما دوست عزیز محترم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این ویدیو قصد داریم که نحوه افزودن اندیکاتورها و استراتژی رو به شما آموزش بدیم، اما قبلش من میخواستم 3 تشکر از شما بکنم. تشکر اولم بابت این که به شما بگم شما انسان‌های شجاعی هستید، به این دلیل که پذیرفتید نمیدونید. این خیلی 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 مقامه. خیلی ها هستن که باور نمیکنن نمیدونن و به خاطر همین باورشون هم گاهن در زندگی پیشرفت چنانی هم ندارن. تشکر دوم بابت این که شما اقدام کردید. خب خیلی ها هستن که حالا برفرض میدونن که نمیدونند، اما اقدامی نمی کنن و در همون مرحله اول میمونن. اما شما اقدام کردید. اقدامتونم به این صورت که اومدید پکیج رو تهیه کردید و حالا میخواهید با دقت آموزش ببینید که انشالله در آینده بتونید به درآمد بالایی به دست پیدا کنید. تشکر سومم بابت این که شما پول دادید و پول جون نیست که آدم راحت بده. هزینه کردید، بابت این پکیج هزینه کردید و این رو هم بدونید که معمولا همیشه اگر کسی هزینه بکنه بابت آموزشش پیگیرش هم هست، اما اگر یه چیزی رایگان یا نمیدونم به هر نحوی که طرف پولش نداده باشه به دستش برسه، اون چنان تأثیر رو براش نداره. به خاطر همین مطمئن باشید که شما موفق میشید، چون هزینه کردید بابت این پکیج. خب در کل از شما متشکرم بابت اعتمادی که به ما کردید و اینکه ما را به عنوان کسی که در کنار خودتون میدونید قبول کردید. خب برای شروع کار نرم افزار ما باید یه سری اندیکاتورها رو به نرم افزار اضافه بکنیم. برای این کار شما صفحه اولی که باز میشه در مقابلتون همین صفحه هستش. از این صفحه این قسمت بالا نیو استراتژی، اوپن استراتژی و ریپازیتوری استراتژی هستش. شما روی این ریپازیتوری کلیک میکنید، یه صفحه باز میشه. این صفحه برای شما احتمالاً باز بشه. خب از این قسمت پایین بخش استراتژیز و ایندیکیتور، شما به بخش ایندیکیتور تشریف میارید. اینجا یه سری اندیکاتورهای هستش که شما باید حتما اونو به نرم افزار اضافه بکنید. یه سری اندیکاتورها به صورت پیش‌فرض روی نرم افزار هست، ولی وقتی که شما این اندیکاتورها رو بهش اضافه بکنید نرم افزار دستش بازتره و میتونه استراتژی های بهتری رو به شما تحویل بده. برای این کار روی تک تک اینها شما کلیک میکنید، لود میزنید. اینجا به شما میگه که این اندیکاتور یا این اسیلاتور برای شما لود شد. به همین ترتیب تا پایین میرید. پشت سر هم نزنید، دونه دونه بزنید که شما لودش این بالا ببینید و تاییدش رو بگیرید، چون ممکنه بعضی وقتا لود نشه یا با اروری مواجه بشه. این کار رو شما تا انتها انجام میدید. ببینید اینجا اندیکاتورهای مختلفی هستش و بعد از اینکه این کار رو انجام دادید میایید در بخش استراتژی. خب شما چون نسخه لایسنس دار این نرم افزار دارید، این بخش برای شما باز هستش و از همه استراتژی هاش میتونید استفاده کنید. یه سری استراتژی اینجا هستش که توسط خود سازنده همین نرم افزار اینجا اعمال شده و شما میتونید ازش استفاده کنید
و در آینده میتونید اپتیمایزش کنید، بهینه سازیش کنید و ازش استفاده کنید. اینا هر کدومشون یه نوع استراتژی هستش. مثلا این برای یورو یو اس دی H1 هستش. شما وقتی که لودو بزنید برای شما استراتژی رو باز میکنه، همه انتخاباشو کرده. بعد حالا در آینده بهتون میگم که چطور میتونید اینو بهینه سازیش کنید و ازش استفاده کنید اگر خواستید. پس اینجا هم یه سری استراتژی هستش که شما میتونید از هر کدوم اینایی که میخواهید استفاده بکنید. خب در ویدیو بعدی به امید خدا انشاءالله نحوه تنظیمات اول ساخت استراتژی و مدیریت سرمایه رو به شما آموزش خواهم داد. امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید و براتون از خدا دلی شاد و لبی پرخنده آرزو دارم. موفق باشید. خدا نگهدار.